این پیکنیک‌های هفتگی واقعا خیلی عالیه و حالا هوامون رو عوض کرده، اما واقعا دلم یه خوشگذرونی واقعی تو جمع هموطنامون با یه شام لذیذ ایرانی و یه خواننده خوش صدا با رقص و شادی و خاطره‌های قشنگ میخواد. فکر کنم تو باید یه سر بری تهران. بابا لیلا آدرس غلط نده. بکوبه بره تهران چرا؟ اینی که جانا میخواد یه شام دست جمعی توی یکی از رستورانای شف رضا تو تورنتوه. از در که بری تو غم و غصه هات یادت میره. هفته دیگه هماهنگش میکنم. شاهین دمت گرم، چه دیزاینی، چه غذایی، کوکتلاشو هم که دیگه نگو. ممنون که اومدین. امیدوارم حال و هوای ایران واسهتون زنده شده باشه. البته قلیون و چایی هم سفارش دادم. جانا پاشو بریم برقصیم. بذار یه آهنگ شاد ایرانی شروع بشه. چشم.